تا نوب اومدیم با هم گیم بزنیم ببینیم چی در میاد یا حضرت عباس. بچه به معنی واقعی کلمه. بچه من که چنل گیمینگو زدم حداقل 10 تا 20 تا بازی کردم. خب یعنی یه نوب الان 20 تا بازی نیوا اصلا بازی من آخرین بازی که تو گوشیم کردم این مرده بود که میپریدیم من میپریدم اون مال رو قطار بود. جی تی ای هم بازی میکردم. آره اوکی من اون موقع اونو بازی نمیکردم. بچه‌ها من ماه پیش هم سطح نیواد به حتی پایین‌تر از نیواد بودم. الان من چون یه خورده گیم میزنم یه خورده شعور گیمو پیدا کردم. الان من اون شعور رو فعلا ندارم بچه‌ها. آره الان به زودی پیدا میکنم. الان اومدیم یه بازی بکنیم فردن برد. فردم نه تو نه فرد ان برد. خب من فردم فکر کنم تو بردی. 2 تا پنگوانیم نمیدونیم داریم چه غلطی میکنیم دوستان. برو بازیایی که اتفاق میکنه عجیب غریبه. خب دوستان شما الان نیوادو دارین منم دارین. نیواد چطوری؟ سلام. آقا آماده ای نیواد؟ من همیشه آماده بودم. ایول. آقا من به جز تو موقعیت من حقیقتاً فقط این بازی رو مثلا حالت دست خرشو دیدم. چی میگن این دمو چیه؟ من اونو دیدم. الان با یه گاو میخوام برم این بازی رو بازی بکنم. یه بازیه که نیواد پنگوانن اینا حاجی گاو نیستن. نیواد ببین ما 2 تا پنگوانیم به هم وصلیم. نمیدونم واقعا باید چیکار بکنیم. گاو با من بودی؟ داداش من همیشه گاو با تو هم. عجب آشغالی مثلا اینا رو میگی. بابا نخره این دیگه تابلو پنگوانه. آقا ببین 2 تا نوب افتادیم به هم نمیم چی گوه باید بکنم. ببین نیواد عزیزم الان تو برو چپ و راست کن ببینم تو کدومی الان. با کدوم میره چپ؟ با این دیگه نکن اینا. آها اینجوری. با اینم میپره. اوی میپره؟ با چی میپره؟ با چی میپره؟ با دبلیو. اوکی آقا نیواد از اونجا که نمیدونم اصلا بازیش چیه. دوستان اینی که راسته منم ناکوی من دارم میرم راست. ببین کی قوی تره من میرم چپ تو برو. ببین اون قد بلنده دوستان منم. خب اینی که میپره منم. آره اون که میپره نیواد. ببین نیواد من میتونم بشینم. منم میتونم. اوکی. خب آقا نیواد سمت راست زده کوه سمت چپ مثل این که خونه است. خب ما باید کجا بریم الان؟ ببین با این میتونم دوست شم؟ سلام من نیوادم. بیا برینیم تو بازی اینا. ببین اون 5 چیزه چیه؟ 5 اونجا گذاشته. بیا بریم کو. بیا بریم کو ناموسن. بیا راست بیا راست. دوستان یعنی یه کابوسه این که من بس بشم به نیواد. اینو بزنه با این دوست شدم. خدا شاهده اولدمنه. این یه کابوسه که من الان وصل شدم به نیواد. واقعا حال درست حسابی ندارم. من همیشه عاشق حرف زدن با پیرمردای مهربون بودم. خدا وکیلت تو منو امتحان کن. ماشین بفرستم. تو بازی هم این کارو ادامه میدم. خفه شو نیواد. بریم پیرمرده یه ذره بد نگاه میکرد. خب بیا بریم ببینم. بریم بالا. آره فکر نکنم چیز سختی باشه. تو الان آویزونی. جونت به من. وایسا نه آقا شروع شد. آقا وایسا نیواد. ببین باید با کمک هم و تاب خوردن و اینجور چیزا با هم بریم مرحله رو تموم کنیم. اوکی. خب ببین الان من نمیرسم. بیا بالا. خب الان من میرم. آفرین. وایسا با هم میپریم. 3 نیواد آروم باش. 3 2 1. آفرین. حالا ببین با هم میپریم سمت راست. آره ببین 3 2 1. بالا. بیا بیا دورخیز کنیم بپریم. بریم 1 2 3. باشه Let's reuse some of the باشه. نه احمق نزن دارم میخونم. مگه زبان پنگوانا رو میفهمی آخه؟ داره بهمون راهنمایی میکنه بعد چیکار کنیم. بپر بالا. آره میگه تاب میخوری و این داستانا. وایسا بیا بپریم رون. دورخیز مثلا که نیاز نیست بکنیم. من همینجا بپریم. 1 2 1. باریکلا. ببین تو بپر پایین بذار من برم. تو ببین باید تاب بخوری. تو تکون نخور. من تکون نمیخورم. تو تاب میخوری من لیز میخورم. ای بابا. من و نیما
وقتی آقا بیا بالا دیگه. آدمیم نمیتونیم با هم کار کنیم. حالا چرا که دو تا وایسا. پنگوان احمق باشیم؟ وایسا بیا هم سطح من شو. نیباد بیا پایین. خب 3 2 گفتم با هم میپریم. 3 2 1. ای بابا بیا پایین. تو پنگوان در این نژاد بی خداه، به خاطر همین خیلی بد بازی میکنی. حداقل من پنگوانم، تو گوی. من پنگوان خوشگلام. وایسا. حاجی فهمیدی چی شد؟ چی؟ نیباد یه دقیقه بیا خفه شو. بیا اینور. ببین 3 2 1 گفتم با هم میپریم. 3 2 1. خب اوکی. الان با هم میریم راست. بپر راست. 2 3. آها همینجا وایسا. برو پایین. تو برو پایین، من این بالا میمونم. خب تکون نخور. میگه من بشینم لیز نمیخورم. دیدی؟ خب الان اینجوری میشم. بعد تو هم وایسا یه بار دیگه. بیا یه بار. 3 2 1. آفرین. 3 2 1. خب آفرین. چون تو بذار زمین. بذار من بیام این لبه. خب بیا من اومدم اینور. نمیتونم دیگه بپرم بابا. احمق یه راست بپر. خب الان نمیدونم باید چیکار کنیم. تو تاب بخور ببینم من بپرم اوکی. هر وقت گفتم با هم بپریم. 3 1 2. ای بابا مگه من گفتم آخه. وایسا. پنگوان خر. 3 2 1. برو 3 2 1. خب بیا من اینجا میشینم، تو برو کارتو. بپر. باید بالاتر میومدی نیباد. 3 2 1. آفرین. 3 2 3. خره. بیا پایین. بیا اینجا تاب خوردن رو تمرین کنیم. برو تاب بخور ببینم. ببین الان من بخوام بپرم تو باید بپری یا من باید بپرم؟ اونو باید تمرین کنی ببینم. بیا همینجا اینو تمرین میکنی. 3 2 1. خب حالا میریم راست. 3 2 1. ببین الان بیا تمرین کنیم. بشین الان تو تاب بخور. اوکی. خب هم ببین میگه تاب بخور که چیه؟ ببین بیا تو وسط بشین این سری نیما. فهمیدی؟ 3 2 وایسا بابا من پایین تو پایین موندی بابا. از بس گاوی میدونی؟ نیما پنگوان هم خره. 3 2 1. 3 2 1. وسط بشین وسط. بیا نشستم. تو هم پایینو بگی ببین چیزی میشه. آفرین. IQ رو دیدی؟ آفرین. بپر دیگه بابا. نه وایسا. ببین من به این سمت ساعت 1 رسیدم. خب تو بپر. اوکی 1 اوکی 3. اینو میپرم. نه الان نه، هر وقت بهت گفتم. وایسا ساعت 1 رسید بپر. بزن این ابله تونه. آفرین. ابله تویی. جد و آبادته. برو. نیفتی یا. آره بیو. 3 2 گفتم نیما الان چرا داری میپری؟ بیا 1 2 3. بیا باز این شاتگل اون پایین. تکون نخور. آقا چرا داری میپری؟ 3 2 1. چرا میگی 3 2 1؟ حاجی ما چرا نمیتونیم با هم 1 دقیقه هم؟ بچه همیشه این میگه 3 2 1، من میگم 1 2 3. چه ربطی داره؟ خب تو میگی 3 2 1، من میگم 1 2 3، همزمان اینو نمیزنیم. خب من میگم تو تایمش به پایین میرسه دیگه. آقا داره من حرفم تموم شد تو بزن. 1 3. خفه شو. الان اومدی من گفتم 1 2 3. دارم میگم نه 1 دیدی؟ الان من خب اینه تحصیلات زندگی با توه. آقا برو. 1 2 3. بچه خودشم میشموره باز میرینه. چون اولاغ تو چرا رفتی اون بالا؟ پریدیم دیگه. آفرین. چون دیر پریدی پس تونستی برسی اون بالا، چون من رو هوا بودم. بعد تو رفتی اون بالا من موندم. قصه تعریف نکن آقا. قبول بابا بازیش هست دیگه، همه دارن میبینن. یا یه بار دیگه من میشمرم، تو دهنتو ببند. برو. 1 2 3. ببین من میشمرم میشه. اینجا رو الان بیفتیم پاره ای ما. ببین بعد دوباره همون حرکت رو بزنیم. فکر نکنم عمرن ما بتونیم بپریم روم.
ببین الان همینجا حالت عادی بپر 1 2 3 بالا بپر 1 2 3 آره میشه اگه الاغ بازی در نیاری 3 2 1 باریکالله دوباره ببین 3 گفتم میپریم بیا این لب وایسا خب 1 2 تو بشمار باشه 1 2 3 خب اوکی آماده ای؟ ببین اینو آروم میپری ها 3 2 1 آفرین اینجا اکو میره بالا نمیدونم فکر کنم باید ببین 3 2 1 میکنم بپر نری جلو فقط بپر باشه ببینم چیز میشه چقدر میپره 3 2 1 به نظرت میرسیم این بالا ببین بیفتیم افتادیم ها نه بابا چیکار کنیم میخوای یه حرکت بزنیم ها برگردیم این راهو بیایم تا این سمت راست که کوهه ببینیم از کوه میتونیم بریم بالا یا نه همینو بریم ببینیم بالا میره یا نه اگه بیفتیم افتادیم رفته اون اول بعید میدونم از کوه چرا باید بره بالا خب الان اینجا چجوری باید رفت بالا میخوای امتحان کنیم با هم بپریم دیگه آقا میخوای تو بشین که منو بگیری اگه افتادم من ببینم از کوه میتونم برم بالا یا نه آفرین یکم عقلت کار میاد بالا آره نه یا خب وایسا ببین 3 2 گفتم بپریم دیگه چاره ای نداریم آره دیگه آقا 3 2 1 خاک تو سر همش جا میمونی آفرین نیما نیمات بیا اینجا باید دوباره 3 2 گفت بگم بپریم اوکی مطمئنی؟ آره دیگه بعد بریم راست بریم وایسا آماده ای؟ 1 برو بشمار تو بگو وایسا من میشمارم 1 2 3 تونست اینجا هم حرکت ها باید بزنیم نیبات ببین بشین من وایسا من ببخش من اشتباه کردم خب تو این دفعه این کار کن باشه. فقط ببینم باید بپرم یا دبلیو باید بزنم ببین هم باید پایین رو ول کنی الان پایین رو گرفتی دیگه درسته؟ آره. خب ببین هم باید پایین رو ول کنی هم باید همون لحظه بپری. بالا رو بزن میخوای جامونه عوض کنی؟ الان مگه میشه؟ یعنی نه من بشینم رو صندلی تو بشینی رو صندلی من کارهای هم دیگه انجام میدم چون من اون کارو بلدم باشه احساس کنم میرینم آره ول کنی اون نه چیزیش نمیشه تکون نخوریم بیا تو بشین و بیا من بشینم اون با چه بازیه چطوری؟ خب وایسا آقا قشنگ بچرخ قشنگ آفرین هر وقت صلاح دونستی بپر باشه خب خیلی بازیش باحاله 3 2 1 یه برگرد سر جان من تحمل ندارم مسئولیت تو رو قبول حاجی عجب استرسی داره پنگوئن بودن انقدر سخت باشه نیباد این لیز میخوره مثل آره بیا با هم بپریم بعد دوباره هی بپریم باشه بریم 1 2 3 آفرین خب همینجا وایسا میگه پایین چیه؟ پایین میگه هیچی ببین باید بپریم روی این یخه بعد بپریم رو اون یخه بعد همینجوری بپریم که بیافتیم روی این چوبه فکر نکنم اصلا نباید بریم اون پایینا ببین چون پایینو زبدر زده بابا بیا بریم اینا تو همه جا میزنه کجا تو همه جا همچین علامتی دیدی بیا دیگه تو میگی بریم پایین بیا وایسا میخوای با هم بپریم ببینیم اون با گوشه رو میگیری یا نه ببین بپر روی این یخ پایینیه بعد بپر روی این یخ اونوریه بعد هی دوباره بپر روی این چوب بالاییه یه دقیقه بیایم اینو امتحان کنیم آقا من 3 2 1 گفتم یه دقیقه بپر 3 2 1 نه نمیگیره تو مردی فکر کنم نه دیدم افتاده تو مردی فکر کنم آقا وایسا ببینم کجاییم آجی خوبه میتونیم اینجاش رد چیم ان شاء الله بیا آقا 3 2 1 آفرین 3 2 1 آها 3 2 1 اینجا میتونیم بپریم بلند بشمر باشه 3 2 1 آفرین نیبا آفرین 3 2 1 خب بیا الان من نشستم
خب خیلی باحال. تو بچرخ، هر موقع من چیز بودم چیز میکنم. آفرین. برو نیبات. اینجاشو ناکن، بالا چی نوشته میگه کنترل رو باید بگیری. منم باید کنترل رو بگیرم. بیا بریم بالا. ایو بگیریم میره بالا. وایسا بیا بریم بیا. 3 2 1 گفتم بپریم. 3 2 1. آها آفرین. خب وایسا ببینیم چی میگه. ای مارمولک، فهمیدی چی شد؟ نه اولش میخواست بیفتیم بعد تازه راهنمایی میکنه. اوکی پدر. نیوا دقیق نگاه کنم ببین میگه میتونی بگیری. گرفتی چی شد؟ ایو بزنم میگیره؟ ای نه، کنترل رو بزنی میگیره. کنترل رو بزنم؟ آره کنترل کدومه؟ خب بیا بریم ببینیم، امتحان کنیم ببینم. بیا الان اینجا بذار من بپرم. بیا باید با هم بپریم که تو دستت به اون برسه. 3 2 1. آها بعد بچسبی بهش نیواد. بیفتیم افتادیم ها. 1 2 3. ای سگ تو روحت بابا. بیا الان اینجا کنترل بذار بگیریم. بیا اینجا بیا شاید یک کدوممون میتونه بیا. ابله دیدی من درست گفتم؟ چی گفت؟ ایو باید میگرفتیم. بعد چون میگه کنترل رو باید بگیری. اون دکمه کنترل چی بود گفت؟ 200 بار ایو نشون داد. اینا ببین داره بابام هم در میاد. قرمز شدم. من ندیدم. بریم آقا بریم. اینجا شو دیگه آب خوردن شده واسمون. فقط نیفت تو رو قرا. 3 2 1. آفرین. 3 2 1. 3 2 1. نیبات 3 2 1. اینجا الان من میشینم بریم همون جوریا. بریم برو. آفرین. چه بانمک میشینه. آها آفرین. برو بیا دیگه اینجاش راحته دیگه ایشالله. وایسا خب اوکی. اما بر نباید بری دیگه. من میخوام کوه برم بالا. بیا این بر بابا. نرینی دوباره. 1 اون دفعه که تو ریدی. 2 3. بیا بالا. آقا اینجا رو با هم میپریم. 1 2 3. آها آفرین. خب وایس ببینم اینجا ببین میگه کنترل رو برو بگیر. ای رو نه اینجا نمیشه کنترل. کو کنترل؟ اینها گولاخ نه جلوته. اینها نمیشه کنترل. اینها نداره. خب برای من زده ای. خب اوکی. ببین یه سوء تفاهمی بود پیش اومد. نداره. نمیدونستیم آقا برای من زده کنترل برات زده ای. تقصیر بازیه. باشه صلح. ببین فکر کنم من ایو بزنم میگیرم. تو کنترل بزنی چیو میگیری؟ احتمالاً من بعد بیام اینجا رو میگیره. گرفتی چی شد؟ چوبو میگیری؟ من چوبو اینجوری بارفیکس میگیرم. تو خاکو میگیرم. تو صخره نوردی. من تو چوب نوردی. بارفیکس گیرم. بارفیکس. آره بیا. گیر. بپرونم. 1 2 3. آها خب اوکی. عالی. فکر کنم دیگه اوکیه. بابا بیا کنترل بزن دیگه. میگیره. یا کونم پاره شد. دارم میافتم. گرفتم. اوکی. من ول میکنم. آره من نشستم. ول کن پنگوان احمق. وایسا من شاید بیا خودتو برسونیم بر. بیا بیشتر سمت لبه. وایسا بیا. آره این لبه است. بیا. آفرین. بیا خوره. همونجا وایسا بیا. حاجی چه بازی استرس. وایسا نه تو نشمر. من میشمرم. 1 2 3. خب وایسا چیکار دارم؟ از اینجا نیواد باید بپریم رو اون صخره چپ. تو بگیری صخره رو. بیا. 1 2 3. آفرین. برو. این لبه. بیا الان میتونی بیا. خب همونجا وایسا. ببین 3 2 گفتم میپریم. 1 2 3. آفرین. 1 بیا وایسا من قشنگ بیا بچسبون بغل من. 1 2 3. آفرین. اینجا الان من دوباره میشینم. آفرین. اونوری نچرخ اینوری. آقا آماده ای؟ آمادم. خب قشنگ دور بگیر. علی بپر. وایسا ریدم یه لحظه. 1 2
گفتمون مردیم. نه نمیمیریم. بیا یه بار دیگه. اوه من خسته شدم. ببین من و تو یکی از عذابامون تو جهنم اینه که با طناب به هم وصل شیم جدی. 1 2 3 آقا 1 2 3. من نمیخوام پنگوئن باشم. یک. آفرین. خب بشین. نشستم. داداش مگه داری به سگت میگی بشین؟ بشین جسی. پنگوئن هم با سگ فرقی نمیکنه دیگه. پنگوئن هم خیلی با معرفتن. نیواد شاید همون جوری که داشتی قبلا میپریدی باید بپریم نه؟ نظرت چیه؟ اوه از اون ور بپریم ها؟ همون روشی که یعنی من میگفتم. آره بپرم؟ بپر. به ساعت 12 رسید میپرم حله؟ نه ساعت 10 و 45 دقیقه یا 11. میپرم 1 2. سرعت زیاد کن سرعت زیاد. نه ابله 12 نه این ور میخوایم بپریم. نه فهمیدم نیواد باید همون وری بپریم. به سمت ساعتگرد الان بچرخ. نیواد گرفتی. ببین پریدیم قطعا میخوریم به صخره نمیریم اون بالا. ایو میزنم. آفرین آماده باش ایرو ردیفه. بزنی. حله؟ آره. منم آماده میشم کنترل رو بزنم اگه ریدی. برو دیگه سرعتی قدرتی هم. اوکی 3 2 1. بیا بالا ابله. بیا من گرفتم. بپر تو بعد بپری کن بگیری کن. نمیپره. ول کن تو بپر. وایس ببینم منم وای ریدیم حاجی وای ریدیم. دارم میافتم. نه اونجا رو بگیر ببین من نمیدونم باید بریم این مرحله رو. برو. چیکار داری میکنی؟ نیواد بچرخ. خدایا نیما رو هرس میدی خیلی حال میده. همین وری بچرخ اون وری ساعتگرد. آها اب نره. آها احسنت. اوکی بکش منو وای ایمی و اینجور چیزا رو نگیر. یه چیزی رو نه ریدیم داداش من ریدم تو قبر هرچی پنگوئنه. همان نیواد نمیخوام دیگه. بیا بریم. خب ننداخ خودتو دیگه. بیا من اینجا بشینم تو بنده اونوری کن. ها بیا بپریم روی اون چوبه. 1 2 3. یعنی من ریدم توی این هماهنگیمون. 1 2 3 گفتم بپر. بیا 1 2 3. یعنی هرچی پنگوئنه بدم میاد. 1 سری بعد راز بقا ببینم داره پنگوئن نشون میده فوش میدم به اول آخرشون. وای خدا 3 2 1. نیواد دیدی دو دیر پرید. خب وایسا. خب چیکار کنم الان؟ خب پلن کنسله بچه ها. جواب نمیده. ببین به نظرم بیا بریم همون خونهمون یه چایی چیزی بخوریم. این کوهنوردی به ما نیومده. موافقی؟ بیا برگردیم بریم سمت خونه. بیا بپر. بیا برگردیم بریم خونه بابا خون. بیا بریم خونه ما چایی بخوریم. بریم. چطوری حاجی؟ بیا من یه ذره با این گفتمان کنم. بابا بیا چرا پیرمرد او پیرمرد پرآشیه پیشنهادای بد به من میدی. ببینیم میبری کجا میره. سلام بچه‌ها. ما اومدیم بریم کوهنوردی ریدیم. شما نه بیا این خونمونه. بریم تو خونمون. خیلی هم عالی. آره. بچه‌ها عشقای خودم دورتون بگیرم ما دیگه ادامه ندیم. چیز نکنیم. پنگوئن بودن واقعا مسئله سختیه بچه‌ها مخصوصا اگه به یه گاو وصل نیما باشی. وصل میدونین باشی. چی میگم؟ آره
دورتون بگردم. این بود از این بازی. بچه اگه دوست داشتین بازم پارتای این بازی رو یعنی بازم تقویت کنیم خودمون رو ادامه بدیم و بیشتر این بازی رو بازی بکنیم، حتما تو کامنت ها بهمون بگید ادامه بازی رو انجام بدیم. قربونتون برم. من عشق منید. خداحافظ. تا ویدیو بعدی همینجوری شاد پنالتی خفن ببای.